شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. زن و شوهر در خانه نشسته بودند. شوهر به همسرش گفت میخواهم پدر و مادر، برادران و خواهرانم را فردا شب دعوت کنم و مهمانداری کنم. تو را کمی زحمت میدهم عزیزم، خوراک های بالذت بهرشان آماده کن. زن باشد کمی به فکر فرو رفت، گفت انشاءالله تیار میکنم. مرد گفت پس من میروم خانواده امان را دعوت میکنم تا فردا به خانه امان به مهمانی بیایند. مرد باشد رفته آنها را دعوت کرد و به جای کارش رفت. بگاه از کار به خانه برگشت، به همسرش گفت حاضر خانواده امان میرسم، خوراک شام آماده کردی یا نه؟ زن گفت نه، خسته بودم نتانستم خوراک آماده کنم. آخی خانواده تو بیگانه نیست کو، یک چیزی اندک تیار میکنم کفایت هست. مرد گفت الله تو را ببخشد، چرا از دیروز به من چیزی نگفتی؟ چرا نگفتی که نمیتونم خوراک تیار کرده؟ مرد گفت من چیکار کنم؟ زن گفت به آنها زنگ بزن، عذر خواهی کن، یعنی امشب نآیند. آنها بیگانه نیستند کو، تو را میفهمند. مرد ناراحت شد، از خانه بیرون شد. بعد از چند دقیقه در خانه تق تق شد. زن رفت، در را باز کرد. پدر و مادر، خواهر و برادران خودش را دید که داخل خانه شدند. پدرش از او پرسید که داماد کجاست؟ زن گفت همین حالا از خانه خارج شدند. پدر گفت دیروز شوهرت به خانه ما آمد، ما را به خوراک شام دعوت کرد، مگر می شود که در خانه نباشد؟ زن حیران و پریشان شد، فهمید که غذایی که باید تیار میکرد برای خانواده خودش بوده است، نه برای خانواده شوهرش. در حال به شوهرش زنگ زده به او گفت چرا زودتر به من نگفتی که خانواده ما را برای خوراک شام دعوت کرده بودی؟ مرد گفت خانواده من با خانواده تو چی فرقی دارد؟ مهمان عطای خداست. زن گفت خواهش میکنم هیچ چیز در خانه نیست، لطفا زودتر خرید کرده بیا. مرد گفت من کار دارم، به خانه دیر می آیم، اینها خانواده تو هستند، فرقی نمی کند. یک چیزی اندک تیار کن برایشان بده، همان طوری که خواستی برای خانواده من بدهی. این درس هست برای تو ای زن.